سلام رفقا، خوش اومد به یه ویدیو جدید دیگه از چنل علم پلیر. رفقا امروز اومدم واسهتون یه گلیچ ایکس پی خفن دیگه واسهتون بذارم و امیدوارم از این ویدیو لذت ببرید. فقط قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو حتما لایک سابسکرایب چنل یادتون نره، زنگوله بغلش هم رو آل بذارید که هر وقت ویدیو جدیدی آپلود شد اولین نفری که مطلع میشه خود شما باشید. بزن بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب رفقا، باید اول به اینجا آیلند کد وارد میکنیم. خب رفقا، این مپشه. یه کد مپش واسهتون بخونم: 93 75 88 97 89 99 و بعد اینتر. پلی میزنید، پرایوت کنید و پلی. خب رفقا، وقتی که اومدین بیاین اینجا یه گرپتر بردارین، از این میسیکا بردارین که تموم نمیشه. بعد بیاین اینجا کنید، بیاین دقیقا اینجا کنار والت یه دنس بزنید، یه دکمه معلوم میشه. بعد اینکه دکمه رو میزنید یه تایمر اینجا واسهتون نشون میده که منتظر بمونید که تایمر تموم شه. خب وقتی که تایمر تموم شد اینجا کد وارد میکنید: 1 2 3 5. اینترکت میکنید و وارد یه همچین جایی میشین. وقتی که اومدین اینجا به دو رپر بیاین پشت این رو سقف این ساختمون وارد اینجا شین، از رو سقف ساختمون وارد اینجا شین. وقتی که اومدین اینجا سیکرت ایکس پی اینو میزنید و یه ایکس پی خیلی زیادی بهتون میده. واسه اونایی که اولین بارشونه میزنن ایکس پی رو، خیلی بهشون ایکس پی میده، خیلی بیشتر از واسه من. پس حتما امتحان کنید این گلیچ ایکس پی رو. جای بعدی که قراره بریم روی این سقف، روی این دودکشه. آینه سیکرت ایکس پی، اینو میزنید و بازم یه عالمه ایکس پی میده. خب رفقا، این بود از ویدیو امروز. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. لایک و سابسکرایب بهتون نره، زنگوله بغلش هم بزنید که هر وقت ویدیو جدیدی آپلود شد اولین نفری که مطلع میشه خود شما باشید. تا ویدیوهای دیگه، خدا نگهدار.